گفتگوی پدر بیادب با پسر بیادب. پدر گوید: اگر علم و صنعت نداری به من چه، به تحصیل رغبت نداری به من چه، شعور و ذکاوت نداری به من چه، ز کس خوف و وحشت نداری به من چه. پسر گوید: تو هم گر مروت نداری به من چه، به یزدان اطاعت نداری به من چه، به یک زن قناعت نداری به من چه، اگر هیچ غیرت نداری به من چه. پدر گوید: تو هم ای پسر شب برو در محله، خصوصا به شبهای تاریک چله، ببین عاشقان هر طرف گله گله، اگر هیچ عصمت نداری به من چه. پسر گوید: تو هم جان بابا حنانه به ریشت، سه دختر گرفتی همه قوم و خویشت، نشان هر سه را روز تا شب به پیشت، اگر هیچ حالت نداری به من چه. پدر گوید: بخواب ای پسر صبح تا شب به خانه، بخور گاه انگور گاه هندوانه، به تحصیل علم و رسوم زمانه، اگر هیچ رغبت نداری به من چه. پسر گوید: تو هم ای پدر هر سحر وقت بسته، به حمام رو ریش را وسمه بسته، نترس هر شبی زار و بیمار و خسته، اگر میل صحبت نداری به من چه. پدر گوید: عزیزم مرخص چو گشتی ز مکتب، ز کوچه میا خانه تا نیمه شب، نمیخواهم اینجا شود کشف مطلب، اگر مشق عبرت نداری به من چه. پسر گوید: به شهوت پرستی مثال تو هرگز، ندیدم کسی را به این ریش قرمز، پدر میکنی اندر این کار معجز، اگر شرم و خجلت نداری به من چه. پدر گوید: تو هم ای پسر همدم لوطیان شو، میاندار شو، مرشد و پهلوان شو، به حسن و وجاهت بدیع الزمان شو، تو حسن و وجاهت نداری به من چه. پسر گوید: عجب نکته گفتی پدر بارکالله، تو گردن کلفتی پدر بارکالله، سه دختر گرفتی پدر بارکالله، تو با کس شماتت نداری به من چه، دریغ از ملامت نداری به من چه، به من چه، به من چه، به من چه، به من چه.